شنوندگان عزیز و نازنین رادیو تیوی و نک، همونطور که گفتم خدمتتون در این بخش برنامه مهمون عزیز و نازنین دارم. پیام جان سلام، خوش آمدی. سلام به شنونده های محترمتون، به شما و مرسی که از من دعوت کردین که تو این برنامه باشم. برام خیلی جذابه، فضا خیلی جذاب بود و اینکه الان کنار شما بر من افتخاره. ممنونم پیام جان عزیزم، تو لطف کردی که به دعوت من رو پذیرفتی و واقعا میگم انسان‌های خوب این روزها آدم‌های غنیمتی هستند و پیام واقعا از غنیمت‌های روزگاره، یک پسر صاف ساده زلال و یک هنر بسیار متعالی که حالا بیشتر باشه. فکر کن اصلا پیام جان خودت میخوای توی کوتاه‌ترین عبارت، توی یه جمله پیام ایرایی رو تعریف کنی، چی میگی؟ پیام ایرایی چیه یا کیه؟ پیام ایرایی پیام یه عکاسه که یه گنجینه خیلی بزرگ داره از تمام سینمای ایران و عکس‌های فوق‌العاده، به نظر خودم نه عکس‌های فوق‌العاده در لحاظ تکنیکی، نه، از عکسایی که شاید هیچ وقت تکرار نمیشه. از هر دو بابت البته داری شکست نفسی میکنی، مطمئنن که تکنیکی هم بله، ولی میفهمم. من تکنیکی واقعا نمیگم، ولی در مورد اینکه واقعا یه سری عکسایی من دارم که مثلا دوبلورای بزرگی کنار هم تو یک روز جمع شدن و من ازشون عکاسی کردم و الان همشون نیستن. واو. میدونین؟ و بازیگرا و هنرمندایی که کنار هم جمع شدن و الان دیگه نیستن. من واقعا ازت تشکر میکنم که توی یه جمله پیام ایرایی رو توضیح دادی. خیلی نه چرا من الان زایی کرد کارو نه میخوام سوالای کوتاه همین که یه گنجینه بزرگ داره. گنجینه بزرگ داره. خب حالا کارو به صورت حرفه‌ای از چه زمانی شروع کردی؟ سوال کوتاه جواب کوتاه. سال طبعا الان فکر کنم 24 سال پیش من شروع کردم، ولی نمیدونم چه سالی بوده. یعنی 24 سال به صورت حرفه‌ای داری عکاسی میکنی؟ به صورت کاملا حرفه‌ای. آماری داری از تعداد هنرمندان یا شخصیت‌های برجسته‌ای که تا امروز جلوی دوربینت رفتن به عدد؟ بیش از 500 نفر. بیش از 500 نفر از هنرمندان تو هر زمینه. هیچ وقت هیچ نمایشگاهی از عکس‌هات گذاشتی؟ خیلی زیاد. فکر می‌کنم 6 تا 7 تا نمایشگاهی که من میگم واقعا توی ایران خیلی زیاده و توی خانه هنرمندان، کاخ سعدآباد و گالری، مثلا یه گالری آریانا فقط. من یه بار گالری نمایشگاه گذاشتم، ولی خب همیشه تو موزه بوده یا خانه هنرمندان بوده. به بسیار خوب. حالا پیام، آیا قبل از مهاجرت هیچ وقت رؤیای زندگی در جای غیر از ایران رو داشتی؟ خیلی زیاد داشتی؟ بله، همیشه مثلا آمریکا که یکی از آرزوهام بود همیشه که بیام آمریکا، ولی نه به عنوان اینکه بیام زندگی کنم. دوست داشتم بیام آمریکا رو بگردم، ببینم، میدونی، مثلا 2 سال 3 سال بمونم برگردم. این برام خیلی جذاب بود. چی شد که مهاجرت کردی؟ من میترسم که تو ادامه بدی من میپرم وسطش سوالمو میپرسم. مهاجرت کردم، ببین همون دلیلی که شاید تو داری و خیلی های دیگه دارن، من هم یه جورایی فرار کردم. منم از جایی که تو اوجش بودم و خیلی کارها میتونستم انجام بدم، همه رو گذاشتم و اومدم با یه چمدونم نه، با یه کوله پشتی که دوربینم بود و وسایل عکاسی. واقعا در این حد؟ واقعا در این حد. من یه شلوار آوردم، 2 جفت کفش، چند تا دونه تیشرت. حالا به کم به شور می آوردی لااقل 2 تا شلوار دیگه نتونستم. یعنی واقعا کاملا میفهمم و چقدر ناراحت کننده است. اصلا میتونی خیلی خلاصه به ما بگی چرا مهاجرت کردی؟ میگم مهاجرتم به خاطر اینکه خودم رو زندگی کنم، به خاطر اینکه واقعا تو ایران برام دیگه اونا هم جمهوری اسلامی منو نمیخواست، میدونی، و واقعا اذیتم کردن. ترجیح دادم که یه تایمی از زندگیمو دیگه خودم رو زندگی کنم و بیام بیرون و صدای خیلی از آدم ها باشم. و نمیتونستی اونجا خود واقعی خودت باشی هیچ وقت. ولی یه چیزی هم هست فرشته، میدونیم من الان توی ایران با همه آرتیست ها و هنرمندان 99% مگر که جدید آمده باشن کار کردم. اینجا دارم با یه دنیای جدیدی آشنا میشم و هنرمندانی رو دارم میبینم که همیشه توی تلویزیون دیدیم، یواشکی
این یواشکی خیلی مهمه. و فکر نمی‌کردی یه روزی از نزدیک ببینی و باشون کار کنی؟ باشون کار کنم، مثلا خانم شهره رو من ببینم، مثلا آقای شهریار قنبری، خانم لیلا فروهر، سامی بیگی، خیلی از هنرمندا. و برای من خب خیلی جذاب بودش که کسی که همیشه توی تلویزیون دیدم الان جلومن، مخصوصا از یه سری از بچگی باشون بزرگ شدیم. آره میدونی خانم شهره، مثلا خانم لیلا فروهر، بعد و میدونم حالا خیلی برنامه‌های دیگر هم داری که به زودی زود اونها رو شاید الان اگه در موردشون صحبت نمی‌کنی میخوای انجام بشه. من به زودی میخوام یه مستند از شهره کار کنم و امیدوارم که بهترین مستندی باشه که تو زندگیم کار کردم. یه مستند کار کردم با خانم نیکی کریمی، 10 سال طول کشید. یه کار با استاد انوشیروان روحانی کردم، فیلم بردار بودم تو اون کار و الانم میخوام با خانم شهره کار کنم. بی‌نظیر مطمئنم که باید منتظر کارهای خیلی خوب و بی‌نظیر پیام باشیم، چون یا دست به کاری نمیزنه یا تو اون کار بهترین خودش رو ارائه میکنه که اصلا من تو این زمینه شک ندارم. پیام جان، اگر زمان به عقب برگرده آیا بازم مهاجرت میکنی؟ 100%. اگه بله 100% مهاجرت میکنم. من همیشه خانم کریمی به من میگفتش که باید بری از ایران، باید بری. 10 سال پیش. منظور تو خانم نیکی کریمی؟ بله خانم نیکی کریمی. بعد یکی دو بارم اومدم امتحان بکنم، نشد واقعیتش، ولی اگه عقب تر میرفت شاید جوان تر میومدم بیرون. یعنی اگه زمان به عقب برمیگشت زودتر مهاجرت میکردی؟ بله 100%. آخه میدونی بعد یه چیزی اولش گفتین که بعضیا نمیتونن مهاجرت کنن. 99% مردم ایران میخوان برن از ایران. من الان کسایی که از بفرمایشان به من هی دایرکت میدن، شاید بیش از 3000 تا دایرکت من داشتم فرشته جون، که 85%شون مثلا پرسن چجوری مهاجرت کردی، ما چجوری میتونیم. منم تا چندین سال، واقعا اینو راست میگه پیام، تا چندین سال بعد از مهاجرتم از دوستان و همکاران خودم در اداره بگیرین تا فامیل، آشنا و حتی کسایی که آشنایی باشون نداشتم، فقط توی اینستاگرامم بودن، فقط میومدن میپرسیدن حالا که رفتی میشه لااقل بگی اون چه سورسی بوده، مثلا از چی استفاده کردی که ما هم انجام بدیم، که متاسفانه من چیزی نداشتم بهشون بگم، به خاطر اینکه واقعا من با یه ویزای توریستی اومدم، یعنی راه عجیب غریبی نرفتم. ولی اینو کاملا میدونم که چقدر آدما به آدم مراجعه میکنن بابت اینکه بفهمن چطور اومدی و این نشون میده چه تمایل عظیمی وجود داره برای آدمایی که تأسف انگیزه ولی میخوان از ایران خارج بشن و امکانش رو ندارن، وگرنه آمار مهاجرین خیلی بیشتر از این هست. الان خودتون بودین این کار میکردین، زودتر مهاجرت میکردی یا نه؟ من بودم مهاجرت. البته گفتین اولش گفتین که من اگه ممنوع کار نمیشدم نمیومدم. آره. منم ممنوع کار شدم ولی چندین مرحله ممنوع کار شدم. منم همین. ببین من پرونده‌مو با خودم دارم که نشون میده که هر بار ممنوع کار شدم، دوباره برگشتم، ممنوع کار شدم، برگشتم، رفتم خلافکاری هست. دیوان عدالت اداری، دادگاه رفتم با حراست و گزینش، ولی با تمام اون کشمکش و پیام بازم نمیدونم، من یه وابستگی‌های عجیب غریبی دارم و اصلا میگم نمیتونیم همدیگر رو قضاوت کنیم که من اینم تو هم این باشی یا غیر از این، ولی من هنوزم فکر میکنم اگر این اتفاقات تو زندگی من نمیافتاد، من همیشه دوست داشتم همه دنیا رو ببینم، اما جای دیگه ای دلم نمیخواست زندگی کنم و یکی از افسوس‌های بزرگ زندگی منه که من 5 سال آخر عمر پدرم رو ندیدم و پدرم رو از دست دادم و حتی تو مراسم پدرم نتونستم حضور پیدا کنم. خب این درد بزرگ زندگی منه و افسوس همیشگی منه. بله. من از دست دادم و خیلی چیزهای دیگر رو، بخش عمده‌ای از دوستان، اقوام، فامیل، کسانی رفتند که دیگه من هرگز ندیدمشون. من دلم حتی برای کوچه خیابونا تنگ میشه. من وقتی که یه نفر یه دوستی چندی پیش برای من فرستاد از میدون صرف تو سعادت آباد به سمت شهرک غرب بلوار دریا اومد، بعد دوربینو برگردوند گفت فرشته خونه‌ات، من های گریه می‌کردم فقط از دیدن پنجره‌های خونه از بیرون، برای اینکه اینقدر خاطره بر من زنده شد. من آدم گذاشتن و گذشتن نیستم و خیلی آدم، برخلاف اینکه سعی میکنم قلدر به نظر بیام، خیلی آدم شکننده ایم. حالا بگذاریم از من، بگذاریم موضوع الان تویی نمیخوام چیز کنم. پس زمان به عقب برگرده، تو بازم مهاجرت میکنی و حتی زودتر هم دوست داشتی مهاجرت کنی. اوکی، میتونی به بدترین تجربه بعد از مهاجرتت اشاره کنی؟ بله. آره؟ کاملا شما در جریانی. ببین مهاجرت کار راحتی نیست، واقعا راحت نیستش.
اینکه کندن و گذاشتن و اومدن بیرون خیلی کار سختیه. دلتنگیاش خیلی زیاده، واقعا زیاده. منم به شدت دلتنگ میشم. 1.5 سال اول که اصلا ناخودآگاه گریه میکردم، اصلا فکر نمیکردم این اشکا از کجا میاد. باز مثلا تو این 1-2 ماه اخیر دوباره همین اتفاق چند روز پیش بهت گفتم که بعضی وقتا این گریه، این اشکا چجوری میاد. ولی من احساس کنم خدا یه جایی خیلی کمکم میکنه. بعد یه راهی رو باز میکنه که من مثلا میگه که ببین الان خانم شهره رو گذاشتم جلوت، الان ببین با شهره چی کار میتونی بکنی، الان با لیلا فروهر، با خانم مثلا هما سرشار، با فرشته چی کار میتونی بکنی، میدونی. بعد میبینم که نه، من باید این مجموعه رو کامل میکردم. بعد این به من قوت قلب میده. همین امروز صبح حسام، یکی از نازنین دوستای من، به من زنگ زد و ویدیو گرفت و گفتش که ببین الان ایرانه، گفت ببین اینجا خونه پالادیوم فلان فلان، رفتش تو خونه، رفت پیش پانتا بهرام، برام ویدیو کال کردن. خب خیلی ببین وقتی که قطع کردم به من فرصت ندادی بشنم تا گریه کنم، چون که پشت در خونم بودی و فقط دویدم اومدم و میگم چه شد اومدنم در امریکا. خب من از یک محیط امن خودم، دوستام، اومدم یه جایی که کسی رو نمیشناختم، با یک فضای جذاب حرفه‌ای و ترسناک، چون خیلی آمریکا واقعا بزرگه و ترسناکه. با خانومی من آشنا شدم که گوینده بودن، ایشون هم گوینده سابقی رادیو، نمیدونم برنامه تلویزیونی داشتن و اینا، و من با این خانم آشنا شدم و با دروغ هایی که و میونه کلامت من فقط بگم با خانوم میگه آشنا شدم، منظورشون فکر نکنید رابطه مثلا پارتنری و اینها باشه، نه، به عنوان یه دوست، به عنوان یه دوست که قبول تو برنامهشون شرکت بکنم قبولش، ولی با هم خیلی دوست صمیمی شدیم. و این خانوم بلای سر من آورد فرشته جون که تو در جریانی، چون سر هممون آورد. بله سر شما هم آوردش و کار من به FBI کشید. و ببینید وقتی که توی به قول یکی از دوستان دیروز به من میگفتش که وقتی داری رانندگی میکنی پلیس رو پشتت میبینی استرس میگیری، نمیدونی بعد سرعتت رو زیاد کنی یا کم بکنی. دقیقاً قشنگ این حالو بهت میده. و اینکه تو FBI بهت زنگ بزنه و بگه که هفته دیگه بعد بیای FBI، وحشتناکه. چون تو نمیدونی میخوان برات گردونن ایران، میخوان بندازن زندان، و توی کشوری که تو تنهایی و نمیدونی که و تجربه نکرده است، میدونی هیچ ذهنیتی به نسبت به این تجربه نداری که قراره چه اتفاقی بیفته. دقیقا. و من رفتم اونجا، یهو برگشتن و من 2 تا پلیس روبروی من نشسته بودن که به من گفتن که این خانم گفته که شما قصد کشتن ایشونو دارین، شما از طرف جمهوری اسلامی اومدین که ایشونو بکشین، بعد گفت تروریستین، شما غیر قانونی تو این مملکتین، شما فلان، یک حرفایی که خود پلیس خندش گفت شما چه جور تروریستی هستین که انگلیسی هم بلد نیست و اینقدر ملایم و لطیفی، کاش همه اینجوری ترور کنن. اصلا و براشون عجیب بود. ولی خب 3 ساعتی که من 2 ساعت من تو FBI بودم و آمدم بیرون. بعد از چند وقت دوباره به من پیغام دادن و منو خواستن تو کافه ببینن و کتی عزیز که دوست جفتمونه، بله واقعا دمش گرم، به من برگشت گفت من بعد از این همه سال تو آمریکا کار کردن هیچ وقت فکر نمی کردم که، یعنی هیچ وقت این اتفاق نیفتاده که FBI بیاد تو کافه با یه نفر قرار بذاره و با تو کافه قرار گذاشتن. اصلا نه، با این دیدار دومشون به نظر من کاملا در جهت حمایت از تو بر دوستانه بود. به شدت. آره به شدت حمایت کردن و اومدن ازم معذرت خواهی کردن، گفتم ما هستیم، تو تنها نیستی، تو فلانی. اصلا من انگار مثلا دنیا رو بهم دادن، واقعا انگار و گفتم این خانوم کاری کرد که سبب خیر شد و اونا بهتر از همه میدونن که من کی هستم، میدونین؟ دقیقاً. و میگم سختی اتفاقا اصلا نسبت به وضعیت توی شفاف سازی کامل شد و محکمتر دیگه میتونی جلو بری. خیلی به محکم. میگن عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد.
دقیقاً حکایت اینه. دشمنی که میخواد دشمنی کنه و میخواد ضربه بزنه و سبب خیر میشه. پس بدترین تجربه زندگی تو این خانم به اصطلاح اکتیویست بوده. دقیقاً. اوکی. امیدوارم که برای کسی پیش نیاد. واقعا میدونی فرشته یه چیزی که من حتی این خانومو حاضر نیستم بهش فکر کنم. من الان نمیدونم چرا راجبش صحبت به خاطر اینکه گفتم بدترین تجربه دقیقاً. ولی بهترین تجربه من واقعا این بودش که هنرمندای بزرگی رو دارم میبینم، دوستم باشون کار کنم و دارم با یسشون کار میکنم. با استاد انوشیروان روحانی اولین دستمزد دلاریمو گرفتم. عزیزم. چند ماهی منزلشون زندگی کردم. صبحا با صدای پیانوشون بلند شدم. باهاشون زندگی کردم و اینهام چیزایی که واقعا برای که یعنی به نظر من غنیمته دیگه. غنیمته. دقیقاً فرشه. یعنی باید من فکر می‌کنم خیلی بد انتخاب شده باشی که این اتفاق برات بیفته. و تو هستی. من به این موضوع خیلی اعتقاد دارم. هر کلمه‌ای رو که میگم با یک کلمه فقط به من جواب بده. باش. اگه کلماتت اندازه جملاتت نباشه. فرشه. من بیشتر حرف می‌زنم یا تو؟ من گوینده‌ام. راست. من پول میگیرم که حرف بزنم، تو حرف مفت میزنی. راست میگی. زندگی شیرینه. هنر ماندگار. عشق نظر تو راجع به عشق چیه؟ تو بگو. طولانیش نکن. یه کلمه بگو. آره. تو اصلا نه من میخوام شما بگی. تو آخر برنامه میتونی از من یه سوال بپرسی. الان نوبت تو نیست. عشق. هدف. عکاسی. ثبت لحظه ها. آینده. من همیشه روشن میبینم. چقدر مثبت. زندگی شیرینه، آینده روشنه. آفرین. آرامش. همیشه دارم. دوستی. به دوستی میبالم. چه رنگی؟ نارنجی. آشپز خوبی هستی؟ بی‌نظیرم. از تجربه بفرمایید. شام برامون کوتاه بگو. بفرمایید شام. بفرمایید شام لس آنجلس رو اگر ندیدید، پیام یکی از مهمانان بفرمایید شام بود در این نوبت. ببینید یه چیز اتفاق خیلی خوبی که افتاد برای من اینه که فالوورهای خیلی خوبی پیدا کردم و میگم انقدر زیاد بود متنشون نتونستم دونه دونه بهشون جواب بدم و فقط از مردم عشق گرفتم. حتی به جرئت میگم فرشه، میتونی ببینین دایرکت مطمئنم. حتی یک نفر از من ایراد نگرفت. حتی یک نفر. به خاطر اینکه تو انرژی مثبت تو تونستی انتقال بدی از طریق همه امواج. بهم گفتن. یعنی این یه چیز بودش که همه بهم گفتن. و اینکه آشنا شدم با هدیه و آریا و امید نازنین که خیلی حالم باشون خوب بود. یعنی و دوستای خوبی پیدا کردم توی مجموعه و نازنینن. بچهای نازنین و هنرمند و خوبی هستن. خیلی زیاد. و اینکه اومدم تو خونه مردم. همیشه پیام و عکساشو میدیدن. پیام پشت دوربین بودی، نفع جلوی دوربین بودی. دقیقاً. این دفعه خودمو دیدن. خیلی خوب بود. خیلی آره خوب من بود. برای من تجربه فوق العاده بود. انشالله با هم یه بار بفرمایید شام انجام بدید. حتما پیام یه غذاهای شمالی میپزه. بی‌نظیر. آره من آشپزیم بد نیست. نه بی‌نظیر. واقعا یه سبزی پلویی درست کرده بود. تو این سبزی پلو تدیکشو کرده بود ماهی. من اولین بار بود تو زندگی همچین چیزی رو دیده بودم و خورده بودم و واقعا خوشمزه بود. شمالی دیگه. مرسی. ببین پیام با این کارا کاش من تو زودتر آشنا می‌شدیم. شاید تو یه کاری می‌کردی برام شوهر پیدا می‌شد. با این تعریفایی که تو می‌کنی. آشپزیش عالیه. فقط خیلی حرف میزنه. اونم میگه شغلمه. پیام اگه پول نگیرم حرف نمیزنم. من فقط جایی که پول میگیرم. خب حالا ببین برنامه مثل بفرمایید شام این برای من خیلی نظرت مهمه در این مورد به ما بگی. به نظرت این برنامه پیام خاصی برای مخاطب داره؟ اگر داره چیه؟ اگر نداره که هیچ. ببین من چون 2 تا بفرمایید شام تجربه کرده بودم. بفرمایید شام ایران بود، شام ایرانی که من عکاسشون بودم و بفرمایید شامی که اینجا بود و من یه چیزی که توش حتی تو مصاحبه‌ای که با هم کردن زنده بود گفتم
برای من خود بودن آدما خیلی مهم بود. من همیشه فکر میکردم بهمون میگن چی کار کنیم، چی بپوشیم، چی نگیم، کجا حرف بزنیم، کجا حرف نزنیم، ولی ما خیلی آزاد بودیم. من حتی با شلوارک میرفتم، مثلا همون استایلی که شما همیشه مثلا آره، تو زمستونم من شلوارک میپوشم، یعنی همیشه این پامه و من تو با همون لباسام بودم، حتی تو خونه خودم شلوارک پوشیده بودم. یعنی جنبه جذابش برای تو این بود که هر آدمی خودمون بودیم. من الان سوالم برای یه چیز دیگه بود. میخوام بدونم که به نظر تو این برنامه، این ساختار برنامه آیا پیام خاصی برای مخاطب داره یا نه؟ به نظر من خیلی آموزنده است. آخه بستگی داره که چجوری نگاش کنی. من یه موقع میام صحبت شما رو فقط گوش میدم، یه موقع میام از حرفای شما یه چیزایی یاد میگیرم، خب بهش فکر میکنم. من خودم کلا آدمیم که فکر میکنم. من حتی مثلا تو بفرمایید شما میومدم برنامه رو که نگاه میکنم، حتی لباس پوشیدن ها، حتی دکوراسیون خونه، نوع زندگیاشون، نوع شخصیتاشون، اینا برای من خیلی جذابه و تو کارم استفاده میکنم. پیام، از اونجا که ما به آگهی ها نزدیک شدیم، اگه موافق باشی خدافظی ازت نمی کنم، بریم آگهی ها رو بشنویم، برگردیم به بحثمون ادامه بدیم. داشتم با پیام خاطره میگفتم، ولی الان نمیخوام خاطره رو ادامه بدم، به خاطر اینکه میترسم فرصت نشه سوالای پیامو بپرسم. اگر در انتها وقت بود خاطره رو برای شما هم تعریف میکنم، ولی فعلا اولویتم اینه که پیام تقلب نکن به لپتاپ من نگاه کنی. ببین فرصت استفاده میکنی به لپتاپم نگاه میکنه. حالا من اینا رو عوض کنم، میخوای چیکار کنی؟ ببین یه چیز بهت بگم. بگو. ولی میکروفونم داشته باش. من خیلی بچه تنبلی بودم تو مدرسه. همیشه. می تو. خب مثلا راهنمایی و هر سالشو 2 سال خوندم. نه من در اون حد نه رد می شدم. بعد توی هنرستان رفتم. کارهای عملیم قوی بود، کارهای با دوستام هم انجام دادم خیلی هاشونو. ولی بعد ناظمی داشتم، آقای تقی‌زاده، این می اومد کتاب رو برای من باز می کرد، گفت رو کتاب بنویس. باز رد می شدم. نه پیام، الان که میگی اینو داری تقلب میکنی، نه تو الان اون آدم نیستی. تو الان اون آدم نیستی. همونه. نه پیام، تو آدم باهوشی هستی. من خیلی باهوشم تو کارهای دیگه، تو هنری. ولی اینکه درس ببین، من خیلی تنبلم تو درس خوندم، اصلا نمیکشم. نه من به زور تو رو میخوام بفرستم کلاس زبان. تو کلاس زبان نری من ولت نمیکنم. آفرین. تو باید بری پیام، تو باید بری. حالا بذاریم با دعوامون رو بعداً بکنیم. داشتیم در مورد بفرمایید شام صحبت میکردیم و ازت پرسیدم که فکر میکنی پیام این برنامه چی بود؟ احساس راحتی میکردی تو اون برنامه؟ بازخوردهای خوبی گرفتی؟ پیامای خوبی گرفتی؟ رود قضاوتایی شده که همه هم درست بوده، به شخصیتت نزدیک بوده؟ اما من منظورم میدونی چی بود؟ من فکر میکنم که یه بعد خیلی مهم این برنامه داره که مثل یه آینه مقابل ما ایرانی ها اومده و خودمون رو با تمام ضعف‌ها و ایرادهامون بهمون نشون میده، با تمام اون رو بدجنسی‌ها و مثلا امتیاز به فلانی کم بده برای اینکه خودت برنده شی و از یه مرحله بگذری. و گاهی اوقات درجه عریان بودن این خودنمایی اینقدر بالاست و آزاردهنده است. نمیدونم بفرمایید شما قبلی رو پیگیری میکردی همیشه سالیانه اون دعواها، اون ظاهرا قربون صدقه رفتن، میشستن میخوردن میگفتن وای چقدر خوشمزه است، میرفتن تو اتاق. من فکر میکنم خود عریان ما رو به همون نشون داد. من کار نکردم. نه تو نه. من منظورم پیام کلی برنامه بوده. احساس میکنم این برنامه یه رسالت خیلی بزرگتر از صرفاً آشپزی 4 نفر برای هم دیگه داره. من احساس میکنم اندیشه پشت این برنامه خیلی اندیشه قویه. من واقعا اینو در تایید کار بچهای من و تو میگم. من 7 سال با دوبلاژشون کار کردم و به نظر من بی‌نظیرن و پشت کارهاشون فکره. ظاهرا ما یه برنامه آشپزی میبینیم. این برنامه با این بودجه هنگفت تهیه و تولید نمیشه برای اینکه 4 نفر برای هم دیگه قرمه سبزی بپزن. من فکر میکنم یه پیام خیلی بزرگتر برای مخاطب داره. حالا از این که بگذریم، اگر قرار باشه پیام فقط یک آرزو کنی، ببین از این آرزو کلیا نه، مثلا آرزو میکنم به همه آرزوهام برسم، خیلی زرنگی، اونا رو قبول نمیکنم. یه آرزو و بدونی اون یه دونه آرزو برآورده میشه، خیلی کار سختیه. واقعا فکر کن چی آرزو میکنی؟ من به همه آرزوام رسیدم فرشته. به هر چیزی که فکر کردم رسیدم. بزرگترین آرزویی که تو زندگیم همیشه داشتم این بوده که معمولی نمیرم. دلم نمیخواد. یعنی چی؟ دلم نمیخواد معمولی بمیرم. واقعا اینا همیشه، یعنی دلم نمیخواد بگن که
آخ پیام مرد، آخه اینو دوست ندارم. میخوام بگم که همیشه بگن که چه چیزی رو از دست دادیم. این همیشه با من زندگی کرده، میدونی. معمولی نمیرم و یه بار دیگه معنی کن، من نفهمیدم. منظور مدل مرگ نیست پس؟ ببین من همیشه خب من هیچ وقت حاضر نیستم بچه دار بشم، هیچ وقت ازدواج نخواهم کرد، خیلی این چیزا هست. خب من وارثم کتابامه. من شاید 100 سال دیگه کتابای منو باز کنم که اینا هنرمندای ایران بودن، اینا بازیگرا بودن، اینا خواننده ها بودن. خب عکاسش کی بود؟ پیام ایرایی. پیام ایرایی کی بود؟ چی کار کرد؟ برات مهمه که ازت نام نیک باقی بمونه بعد از خودت؟ ببین به شدت برام مهمه. به خاطر همینه که هیچ وقت مگه یک روزی بفهمم که آدم درستی نیستم به زندگیم پایان میدم. خودم به زندگی خودم پایان میدم. خب این یه چیزی تا حدودی دست خودت آدم درستی باشی یا نشه. آرزو یعنی این که یه چیزی که از ته دلت میخوای که برات اتفاق بیفته، که خوب درست بمیرم. واقعا؟ آره واقعا تنها چیزی که خوشحالم میکنه تو این زندگی، اگه بگن همین 5 دقیقه دیگه میمیری ولی این مدلی میمیری، و بدونم که اون مرگ یه مرگ باشکوهیه، اونو میپسن، اونو قبول میکنم. بعد از مرگم میتونی اینو بذاری. خدا نکنه، ولی خیلی میشه در موردش حرف زد، چون من فکر میکنم میتونم با تو حرف بزنم و تو رو به جایی بکشونم که برسی به اونجا بگی او پس نه آرزوم اینه مثلا، یا آرزوی دیگه ای بگی. احساس میکنم میتونم تو رو به اونجا بکشونم، ولی در این فرصت کوتاهی که الان داریم شاید نه، به خاطر اینکه احساس میکنم اینه که تو گفتی باز آرزو نیست. آره خیلی خوبه که آدم میگن آره نه منظورم اینه که این که من بخوام درست زندگی کنم که بعدها درباره من درست صحبت بکنن، چون تا حدود بسیار زیادی دست خودم با شیوهیه که زندگی میکنم و چیزهایی که از خودم به جا میذارم میشه. پس این راهیه که دارم میرم. آرزو یعنی این که مثلا دارم میگم و یه چیزی که اون غایت فکر منه و دلم میخواد که زمین و زمان طوری بچرخن که من به اون برسم. خب الان شاید برنامه شما یه برنامه باشه که خیلیا ببینن و خیلیا چیز کنن، شاید من اسپانسر پیدا کنم فیلمم بسازم، اینم خیلی جذابه برام. ساختن فیلمت میتونه مثلا ببین این میتونه یه آرزو باشه. خیلی آرزوم نیست ولی میدونم اگه من این فیلمو بسازم اتفاق خیلی بزرگیه. نه چقدر میخوای، اون درجه خواستنت مهم. پس آرزوه. 100 حتی نمیگی 90. 100 پس آرزوه. من میدونم که یه روزی میسازمش، چون دارم خیلی رو خودم کار میکنم، ولی چون به عوامل دیگری هم بستگی داره. مثال میزنم، گفتی اسپانسری پیدا بشه، پس یه خانم فرشته سرمایه گذار اسپانسر من خواهد شد، چون از این آدمایی که همه چیشو به راحتی میبخشه. همین امروز پاشید برید خونش بهش بگین که من انقدر پول لازم دارم، بهتون میده، از قیدش هم میگذره، و اینکه چون میگه که خب بعد هم برید حالشو ببرید. حالا اینو گفته والا من همچین غلطی نکردم. یعنی ندارم، اگه قبول داشتم من $1,000,000 لازم دارم که اصلا به شمایلم میاد که الان من مثلا $1,000,000 حساب داشته باشم. من باور میکنن الان همه میخوام بیان با من ازدواج کنن، میگن از این پیرای پول داره. نه اینو که پیام واقعا شوخی میکنه. آخه ما به طور یه آدمی خوردیم که اومده مثلا توی شرایط خیلی عجیب غریب خودشو نشون داده و پول دستی قرض کرده، بعد رفته ادعا کرده که فلانی، یعنی من با میل خودم بهش پول دادم، گفتم تو بیا برو با این هر کاری دلت میخواد بکن. چند نفر این کارو کردن؟ اونو دیگه خدا میدونه. آقا بی خیال. خب الان میخوام یه بار دیگه این سوالو بپرسم، هر جوری که باز دوست داری بهش جواب بده، ولی میخوام جواب آخر تو داشته باشم. اگه قرار باشه فقط یک آرزو کنی، اون آرزو چیه؟ جواب دادم، فیلممو بسازم. اگه واقعا اون مردن من راضیت نمیکنه، اصلا نمیخوام بهش فکر کنم حتی. واقعا فیلممو بسازم، واقعا آرزومه که فیلممو بسازم. یکی از واقعا یه چیز دیگه هم بهت بگم فرشته، که همیشه بهت گفتم اگه باهات حرف بزنم تو رو به جایی میکشونم که میگی آرزومه. نمیتونم بگم آرزومه، ولی میدونم این اتفاق قطعا خواهد افتاد. کدوم؟ خب و اینکه من از شهبانو عکاسی کنم. دوست داری این اتفاق؟ خیلی برام، یعنی من فکر میکنم
یکی از چیزایی که نمیدونم گل پیام ایرانی میتونه جلد کتابش عکس شهبانو باشه و داخلش تمام آرتیست‌های ایران باشن. دلت میخواد این اتفاق بیفته؟ خیلی زیاد. مرغ امین در راهه، بالای سرت داره پرواز میکنه. امیدوارم که بشنوین و به گوشتون برسه و من این افتخار رو داشته باشم که با شما عکاسی کنم. هیچی در دنیا نشدنی نیست. نشدنیه. شدت خواستنت خیلی مهمه، چه که بی برگشت توانستنه. یه چیزی بگم، نمیدونم برنامه الان وقت دارم. آره داری بگو. من وقتی که میخواستم عکاسی رو شروع کنم خیلی از هنرمندا رو مثلا یه روزی میگفتم گلزار میشه دوست صمیمی من، فیلمشو میدیدم، بعد همه میگفتن آخه چه مثلا دلش میخواد مثلا گلزار دوست صمیمیش بشه و اینا. گلزار شد دوست صمیمی من. فیلم پرواز رو دیدم، گفتم یه روزی زیبا بروفه کارهایی که برای شادمهر عقیلی تو فیلم کرده یه روزی برای من میکنه. زیبا شد خواهر من، زندگی من، اصلا زیبا منو عکاس کرد، زیبا منو وادار کرد. من اولین عکسمو از زیبا بروفه و افسر اسدی نازنینم گرفتم. واو. مثل فرشته، واقعا مثل معجزه بود. واقعا مثل یعنی میخوای معجزه بگی بود. چیزهایی رو که تو زندگی خواستی بهشون رسیدی. بعد خیلی هاشون مثلا نیکی کریمی، یهو من بهش زنگ زدم که خانم کریمی من میخوام با شما عکاسی کنم. بعد همه خب تو میدونی تو اون موقع ایران زندگی میکردی، همه گفتن نیکی کریمی دست نیافتنیه، وای اصلا جواب سلام نمیده فلان. من زنگ زدم گفتم خانم کریمی من میخوام با شما عکاسی کنم. گفت امروز ساعت 5 خوبه؟ جدی گفتم بگم داره شوخی میکنم باها. گفتم خانم کریمی واقعا داری میگی؟ گفت بله من دارم فردا میرم لندن، امروز میتونم بیام. رأس ساعت 5 اومدش و من زندگیم شروع شد. لیلا حاتمی اصلا باور نکردنی بود و من 25 سال بهترین دوست زندگیمه. پانتا بهرام، ببین پانتا رو انقدر از من ترسیده بودم از پانتا، میگفتن که تو تئاتر جواب سلام کسی رو نمیده، این میره روی صحنه میلرزه صحنه فلان. این تو من گفتم ببین وقتی اومد خیس عرق شدم، باور کن ببین خیس عرق بودم، دستام اینطوری میلرزه. گفت چرا اینجوری؟ گفتم خانم بهرام من نمیتونم ازتون عکاسی کنم. گفت چه؟ خندید و گفت چرا؟ گفتم نمیتونم، استرس دارم. گفت فردا خوبه بیام؟ گفتم واقعا میان دوباره فردا؟ گفت آره. و من و پانتا از اون موقع بهترین دوستای همین، بهترین. خوشحالم چیزهایی رو که خواستی تو زندگی بهشون رسیدی و این به نظر من یه اعتماد به نفسی هم بهت میده برای آینده زندگیت و میدونی که اون چیزی که بهش فکر میکنی بهش میرسی. من قدردان لحظاتم. ببین یه سری میان تو اینستاگرام به من میگن تو چقدر از بازیگرا تعریف میکنی، تو چرا فلان میکنی، ولی من میگم آدم همین که درست دوستای صمیمی زندگی من شدن، ولی من اونا بودن که من به اینجا رسوندن و من تا عمر دارم معلومه که قدر دانشونم. میفهمم. بسیار هم عالی. حالا رسیدیم به اون بخشی که نباید برسیم؟ نه باید برسیم. شجاعانه تو میتونی از من سوال بپرسی، جامون عوض شد. بگو اینجا این برنامه اسمش نگم براتون، اینجا رادیو ونک. نگم براتون اینجا رادیو ونک. نه صدا سازی نکردم برای خودم مثل فرشته. بگو من پیام ایرایی من هستم. پیام ایرایی نگم براتون اینجا رادیو ونک. مهمان عزیزی دارم، خانم فرشته. فامیلیش خیلی سخته با اینکه دوست عزیزم اصلا نمیتونم حفظ بشم. ملک فرنود، خانم ملک فرنود نازنین. خب خانم ملک فرنود یه سوال عجیب غریب میخوام. چرا تا الان ازدواج نکردی؟ کسی منو نگرفته. دروغ میگی. سوال کوتاه جواب کوتاه یا توضیح میخوای؟ من نمیدونم. نه کوتاه جواب. خب کسی منو نگرفته. به خدا. خب من توقعات خیلی زیاده. نگفتی چرا، که گفتی چرا ازدواج نکردی. خب کسی من نگرفته. خب تو زندگیت کیو بیشتر از همه دوست داری؟ یک نفر رو بگم. یک نفر رو. نمیتونم بگم. نه باید بگی. نه. از من پرسیدی؟ نه اینکه نخوام بگم. منظورم نخوام بگم نیست، چون یه تعداد هستن که همشونو نه یه نفر نمیدونم چه جوری بگم یکی رو بیشتر. یه نفر هست تو زندگیت که وقتی چشاتو میبندی فکر میکنی که الان چشاتو ببند. الان به یه نفر فکر کن.
اگه نباشه تو زندگیت گریت بگیره یا نه؟ ببین الان چشمو بستم، میخوای بگم چی دیدم؟ الان چشمو بستم دیدم که لوسی فردی این جلو وایسادن، مامانم از این ور اومده جلو، داداشم از این ور، خواهرم از اینجا، زن داداشم از اینجا، بچه‌شون از اینجا، بعد بابام که حتی تو این دنیا نیست، پس زمینه ایناست. اینا همه با همن. باور همه اینا یه نفرن. اصلا حتی نمیتونم. اینو مثال جالبی میخوام برات بزنم. من 2 تا سگ دارم که میدونی، لوسی و فردی. دندوناشون چجوریه؟ من حتی نمیتونم بگم لوسی رو بیشتر دوست دارم یا فردی، محاله بتونم بگم، اصلا نمیتونم. بعد اینا مثلا خانواده من تو دوستامم باور میکنی نمیتونم بگم کدوم بیشتر از اون یکی، اصلا نمیتونم، این توانایی رو ندارم، نه اینکه واقعا نخوام بگم. حالا اگه یه اشتباهی قرار باشه دوباره تکرارش کنی، اشتباهه ولی بازم تکرارش میکنی، چیه؟ احمقم. نه تو احمق نیستی، واقعا نیستی، ولی من دارم میگم یه اشتباهی رو کردی، اون اشتباه رو دوباره تکرار میکنی، دوست داری بکنی اون اشتباه رو تکرار. اگر این کار رو بکنم معتقدم که احمقم، چون اشتباه ها اگر به این باور رسیده باشم که اشتباهه و دوباره تکرارش کنم حتما احمقم. اینو بهش اعتقاد دارم. در مورد هم خودم من میگم من یه بار عاشق شدم و اشتباه بوده و دوباره دوست دارم عاشق بشم. نه عاشق شدم، ببین یه عاشقی یه اشتباهه. نه عاشقی اشتباه نیست. یه قشنگترین اشتباه تو بخوای دوباره تکرار کنی. اشتباه قشنگ، من اصلا یادم نمیاد اشتباه قشنگ تو زندگیم. مثلا من میدونم الان اشتباه خودم رو تو زندگی میدونم تو چه مرحله، مثلا یه انتخاب اشتباه کردم، خب وقتی زمان به عقب برمیگرده اصلا حاضر نیستم تکرارش کنم، کاملا میتونم ادعا کنم که اشتباه بوده و محال دوباره همچین کاری بکنم، ولی این در این مفهوم نیست که عاشقی کار اشتباهیه. اگه دوباره کسی عاشق بشه بگه او من اشتباه، نه، عاشقی اشتباه نیست، من انتخاب اشتباه کردم. فرشه با تو گفتگو کردن خیلی خوب بود. من خیلی خوب صحبت نمی کنم، میدونم. نه اصلا من بیان خیلی خانم ژالولوف یه بار به من برگشت که گفت تو بیانت آدما رو جذب میکنه ولی هیچ وقت نباید خیلی حرف بزنی. نه من معتقدم که ببین کسی که صداقت رو بشه از کلامش گرفت، مهم این نیست که تون صداش چطوریه، مهم این نیست که کلمات رو چطور ادا میکنه. به نظر من چیزی که اهمیت داره اینه که چیزی که اهمیت داره اینه که از کلام تو صفا، صداقت، رو راستی، سادگی، این پیام ها وقتی به آدم میرسه، مگه آدم چه انتظاری غیر از نه واقعا ببین ماها مگه از همدیگه حتی تو روابط دوستانمون، نه یه مصاحبه رادیو یا تلویزیونی، مگه ما از همدیگه چی انتظار داریم جز این که من همینی هستم که نشون میدم و تو هم همینی باشی که نشون میدی؟ غیر از این ما از هم چیزی نمیخوام. فرشه اگر یعنی الان دلت میخواد میگم صحبت کردم با البته آخرین سوال دیگه. آره خیلی راحته آدم اون انرژی رو میگیره که باهاش گفتگو کنه و این گفتگو اگه ساعت ها هم بگذره من خسته میشم، نه فکر میکنم بیننده ها خسته میشن. ممنونم. دوست داری با کی مصاحبه کنی؟ یعنی اون گل مصاحبهات کیه؟ با خیلی ها دوست دارم مصاحبه کنم ولی که دیگه خیلی گلته. مثلا من که الان گفتم شهبانو، داریوش اقبالی. امیدوارم که این اتفاق به سرعت برات بیفته و همه ماها لذت ببریم از اون گفتگو. ممنونم. یه آدمایی ببینید همونجور که تو هم گفتی، یه آدمایی برای آدم یه جایگاه خاصی دارن، هرچند که حالا موجی علیه داریوش به راه افتاده، ولی من کماکان میتونم تو خواننده ها لقب سلطان رو به داریوش بدم. خب خیلی به سرعت پیام فرصت با تو بودن تمام شد، ولی من میخوام ازت این قولو بگیرم گهگاهی بیای و مهمان ما باشی. با کمال مرسی از این فرصت. ممنون و متشکرم. دوستان عزیز و نازنین، فرصت همراهی ما به پایان رسید. تا نگم براتون بعدی از رادیو تیوی ونک. حواسمون باید به عقربه‌های ساعت باشه. گاهی خیلی زودتر از اون که فکرش رو بکنیم وقتش فرا میرسه و بعد دیگه چاره‌ای جز رفتن نیست. ما میریم، اما شما باشید.